آقای جابر از سقه. سلام علیکم. الو. سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید. بله. شما در کتاب ما یک مطالب یاری که به ام المؤمنین عایشه پیامبر به پیامبر توهین شده. اما در کتاب شما هم اومده که با کس 4 بار سیغار کنه مقامش به مقام پیامبر میرسه. این توهین نیست؟ متوجه نشدم. شما فرمودید در کتابای ما به پیامبر توهین شده، در کتابای اهل سنت. بله. در کتابای شما به پیامبر توهین شده که هر کس 4 بار سیغار کنه مقامش به مقام پیامبر میرسه. این توهین نیست؟ اولا کدوم کتاب اومده؟ الو. کدوم کتاب همچین مطلبی اومده؟ در چند کتاب بود، اصول کافی بود، یک کتاب دیگه اسمش یادم نیست. یکی دو خب تا. متشکرم. شما اگر هر وقت توانستید از اصول کافی مطلب رو بیارید ازتون تشکر میکنیم. بنده شخصا حقوق 1 ماه هم در شاکر به شما تقدیم میکنم. چقدر حقوقش؟ حالا دیگه نگیم بهتره. 200,000 تومان. بله؟ 200,000 تومان. حق و زحمت بر برنامه 200,000 تومانه. خب حالا ما از شما این مطلب در اصول کافی موجود نیست. اونی که هستش در یکی از تفاسیر درجه 4 که هیچ عالمی هم تاییدش نکرده است آمده، تصحیح سندی هم نشده، سند هم ندارد. تازه نگفته از صیغه، گفته است متعه و متعه ممکن است مقصود حج تمتع باشد. گفته التمتع، نگفته متعه، گفته التمتع. ممکن مقصود حج تمتع باشه. کسی که 4 بار حج تمتع کنه میشه در رتبه پیغمبر. یعنی چی؟ پیغمبر در بهشت باغ مخصوص داره، این شخص هم من تو باغ پیغمبر میذارن. بله اینجوری روایت؟ بله. تازه اصلا سند هم نداره، روایت هم نیستش. بله. خب خیلی ممنون. خدا خداحافظ شما.